بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند همه امتای من داخل جنت می شوند مگر کسانی نخواسته باشد. گفتم یا رسول الله. ابو هریره گفت یا رسول الله کیست که نخواسته باشد؟ فرمودند کسی که از من اطاعت نماید به جنت داخل می شود و کسی از من نافرمانی کند کسی از که جنت رفتن نمی خواهد. خداونده که نصیب بگردانه که ما فقط اطاعت پیامبر رو خدا کنیم. و آخر دعوانا و الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله محمد و اصحاب اجمعین.